با آغاز احیای طبیعت، فصل رویدن سبزه، شکفتن گلها و جامعه سبز بهاری، بتن کردن دشت و صحرای سرزمین زیبایمان، راست آمدن روز مادر رمز بسا نیک و خجسته می باشد. چون که اگر بهار آغاز احیای طبیعت و زندگی ابتدای نقشه و نیتها و تشبث و اقدامهای تازه، آمادگی به کشت و کار و آغاز اول کارهای آبادانی و سازندگی باشد، مادر خود آغازگر زندگی و بخشنده حیات می باشد. مادر در زیر این 5 حرف چقدر مهر و محبت، خوشگفتاری و خوشرفتاری، بزرگی و مجسمه خاکساری نهان است. مادر، به شما هیچ بهار زیبا و هیچ تیر ماه پرفیض نخواهد بود. فیض زندگانی ما از شماست. مادر، شما ستاره درخشان هستید که زندگی ما فرزندانتان را رنگین می سازید. مادر رمز جاویدانه مهر و وفا و ادامه بخشی نسل انسان می باشد. مادر اولین شخصی است که با شیر پاکش و با مهربانی به خودش خاص در قلب طفل خود خصلت‌های نیک انسانی را پرورش کرده او را به شاهراه زندگی راهنمایی می‌سازد. محض به همین خاطر هر یک فرد تربیت دیده و عاقل تمام عمر خود را با هستی مادر پیوند می‌داند. او را دوست می‌دارد و رنج و اذیت کشیده مادر را تا لحظه آخرین حیات قدرشناسی و پاسداری می‌نماید. امروز مادر تاجیک برابر اجرای رسالت اصلی خیش، یعنی تربیه نسل آینده‌ساز، اینچنین سیاستمدار و عالم، آموزگار و طبیب، هنرمند و ورزشگر، صاحبکار موفق بوده در رشد حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، یعنی برای آبادی کشور سهم بسا ارزشمند دارد. هر یک شخص نخستین درس آدمیت و خودشناسی را از مادر می آموزد و توسط سخنان پرحکمت او صاحب معرفت می گردد. بنابراین اولین آموزگار بی‌منت انسان مادر بوده به فرزند نه تنها سخن گفتن را می آموزاند، بلکه بهترین عمل و رفتار و ادب و خصلت‌های حمیده را در ذهن و شعور او تربیت می کند. زن مادر به مثل بهار پرنکهت و معطر تجسمگر فردای آباد بوده با نیت و آرزوهای نیک فرزند خود را به کمال می رساند و او را در راه خدمت به خلق و وطن هدایتگر و نصیحتگر می باشد.